روزی وقتی که عیسی در تنهایی دعا میکرد و در نزدش فقط شاگردانش بودند، از آنها پرسید: مردم مرا کی میگویند؟ در جواب گفتند: بعضی ها میگویند که تو یحیای تعمید دهنده هستی، قسم دیگری آدمان میگویند که تو الیاس هستی و دیگران میگویند که یکی از پیغمبران قدیم زنده شده است. او از آنها پرسید: شما چی؟ شما مرا کی میشمارید؟ پتروس جواب داد: تو مسیح، یعنی تعیین شده مخصوص خدا هستی. بعد عیسی آنها را تاکید کرده فرمان داد که در این باره به کسی چیزی نگویند. سپس سخنش را دوام داده گفت: پسر آدمی زاد باید بسیار عذاب کشد. پیران قوم، کاهنان کلان و استادان شریعت از وی روی می گردانند. عاقبت او کشته می شود، ولی بعد از 3 روز زنده می گردد. پس از آن عیسی به همه گفت: اگر کسی پیرو من شدن خواهد، باید از خواهش‌های خود روی گردانده هر روز صلیب عذاب و مرگش را برداشته مرا پیروی کند. زیرا کسی که حیاتش را نگاه داشتن می خواهد، آن را از دست می دهد. ولی کسی به خاطر من حیاتش را فدا می کند، آن را نگاه می دارد. با آدم چه فایده دارد که تمام دنیا را به دست آورد، ولی خودش را حیف کند و به خود ضرر رساند؟ زیرا هر که از من و از سخنانم شرم کند، پسر آدمی زاد نیز هنگامی که در درخش جلال خود، در شهرت و جلال پدر و فرشتگان مقدس می آید، از او شرم خواهد کرد. به راستی به شما می گویم، در اینجا کسانی هستند که هنوز از دنیا نگذشته پادشاهی خدا را می بینند.